با مقصد در عمل تطبیق نمودن سیاست سازنده رهبریت عالی حکومت جمهوری تاجیکستان در مرکز جمعیت دیوتی پخت‌آباد 1.5 کیلومتر راه نقل منفرش گردید. در جریان این اقدام تمامی ساکنان دهات فعالانه اشتراک نموده جهت آباد و زیبا گردیدن یک گوشه دیار خویش حصه گذاری نمودند. مورد به ذکر است که منفرش کردن راه دهه با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی و صاحبکاران و ساکنان محلی روی کار آمد. برای در سطح ضروری و سریع وقت به انجام رساندن کار تکنیک‌های ضروری مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های نقل و گرد سفربر کرده شده است. امروزها در تمام کشور بهر اجرای دستور و سپارش‌ها و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مردم برای بهر آبادانی و سازندگی کمر همت بستند و امروز در شهر ترسونزاده جماعت دیوتی پخت‌آباد موافق نقشه چهاربینی بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دیوتی پخت‌آباد شهر ترسونزاده 3 کیلومتر راههای بین دهوی برای اسفالتپوش کردن به نقشه گرفته شده بود و من تا امروز 1.5 کیلومتر راه رو اسفالتپوش کردیم در دهه اتحاد جماعت دیوتی پخت‌آباد و امروز در مرکز دهه پخت‌آباد باز 1.5 کیلومتر راه دیگر رو به نقشه گرفتیم که ما چه که می‌بینیم اسفالتپوشی راه‌ها ادامه دارد. مقصد داریم که 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای نظررس استقبال گیریم. در جریان اسفالتپوش کنی راه رئیس شهر ترسونزاده اکرمزاده پرویز اکرم شرکت نموده با تمام سهامگزاران این اقدام نیک و شایسته منتداری بیان نمود. باید تذکر داد که در شهر ترسونزاده بنیاد انشاءاتی گوناگون اجتماعی و خدمت رسانی، تعمیر و برقرارسازی راه‌های نقل و گرد، نصب سیمچوب‌های نو و دیگر کارهای سازنده به حکم عنعنه درآمده است. امروز مشاهده می‌گردد که در تمام گوشه و کنار شهر کارهای سازنده وسعت تازه می‌گیرد. در این برابر اهالی نیز جهت عملی شوی چنین عمل‌های نیک و شایسته دست جمعانه کمر همت بسته امروز کوشش نموده ایستادند تا که محل زیست خویش را آباد نمایند. قبلا ساکنان جماعت دیوتی پخت‌آباد 1.5 کیلومتر راه نقل و گرد را اسفالتپوش نموده بودند. اینک با منفرش کردن راه مرکزی دهات در 3 کیلومتر مسیر اسفالتپوش گردید.